خب دوستان سلام، با قسمت دوم آموزش صرافی البنک در خدمتتون هستم. توی این قسمت قراره که بریم در صرافی البنک ثبت نام بکنیم یا اگر از قبل حساب کاربری داریم ورود کنیم، با بخش‌های مختلف صرافی البنک آشنا بشیم. یه سری نکات امنیتی رو بهتون بگم و یه سری مواردی که در زمان انتخاب یک صرافی باید بهش دقت داشته باشید. خب دوستان، اگر هنوز توی صرافی البنک ثبت نام نکردید، پیشنهاد میکنم از کد رفرال اختصاصی من که این زیر براتون زیرنویس شده استفاده بفرمایید که یک تخفیف بسیار خوب توی کارمزد معاملات به اضافه پاداش‌های دلاری بتونید دریافت کنید. خب همونطور که می‌بینید من از قبل صرافی البنک رو اپلیکیشنش رو روی گوشیم نصب کردم. شما هم اگر می‌خواید نصبش بکنید حتما از گوگل پلی این کار رو بکنید و به خاطر اینکه بسیار امن‌تر هستش. من چون از قبل نصب رو انجام دادم، خیلی سریع بریم با هم وارد صرافی البنک بشیم. در بدو ورودتون به صرافی البنک یک همچین چیزی رو میبینید، یک همچین صفحه‌ای رو بهتون نشون میده که حالا چون من از قبل لاگین کردم، ورود کردم به صرافی البنک، مودش هم حالا گذاشتم روی مود دارک دیگه. ببینید برای من تیره هستش، اما اگر شما تازه نصب کردید احتمالاً همه اینا رو بهتون داره روی حالت روزش نشون میده، یعنی همه رو به صورت سفید داره بهتون نشون میده. خب اینجا صفحه اصلی صرافی البنک هستش و اگر شما بخواید وارد بخش‌های مختلف صرافی البنک بشید، ازتون میخواد که ثبت نام بکنید. اگر ثبت نام نکردید، در واقع توی همون صفحه‌ای که بهتون نشون میده، حالا چون من اینجا ورود کردم به صرافی، میام دقیقاً همون صفحه رو برای خودم میارم. ببینید من اینجا اگر بزنم میگه که حالا حساب دیگه اگر داری میتونی وارد بکنی. دقیقاً همین صفحه رو بهتون نشون میده زمانی که میخواید ثبت نام بکنید در صرافی البنک. صفحه ورود و ثبت نامش هم یکی هستش، یعنی چه بخواید ورود کنید چه بخواید ثبت نام بکنید، از همین طریق میتونید انجام بدید ثبت نام یا ورودتون رو. خب ببینید اینجا دو تا تب داره، ایمیل یا فون، که به هیچ عنوان بهتون توصیه نمیکنم که با شماره موبایلتون توی صرافی البنک ثبت نام بکنید، به خاطر اینکه امن نیست. یعنی نه اینکه امن نباشه، در آینده ممکنه که یه سری مشکلاتی رو براتون ایجاد بکنه. حتما با ایمیل ثبت نام بکنید توی صرافی البنک. حالا در ادامه میگم که چه مشکلاتی که ممکنه در آینده براتون پیش بیاد. البته مشکلی پیش نمیاد اگر با ایمیل ثبت نام بکنید. یک VPN هم حتما باید داشته باشید. در واقع یه چیز رو همین اول براتون روشن بکنم اول ویدیو. ببینید دوستان، توی هر صرافی خارجی که بخواید کار بکنید به یک VPN خوب و امن نیاز دارید که لوکیشنش هم همیشه روی یک کشور باشه. به عنوان مثال VPNی که من الان در اختیار دارم مال کشور فرانسه هستش و چون البنک با کشور فرانسه هیچ مشکلی نداره، ابدا هیچ مشکلی برای من به وجود نمیاد. البته بهتون بگم صرافی البنک فیلتر نیست، حتی با IP ایران هم همین الان میتونید توش کار بکنید. حتی ارز ریال رو پشتیبانی میکنه، زبان فارسی رو هم داره، هیچ مشکلی هم با صرافی ایرانی نداره. اما قطعا در آینده، حالا ممکنه 6 ماه دیگه، ممکنه 1 سال دیگه، یه اطلاعیه‌ای مثل صرافی مکسی یا بین ایکس بده که ما در آینده احراز هویت رو اجباری خواهیم کرد. البته هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشید، به خاطر اینکه حتی اگر صرافی بخواد احراز هویت رو اجباری بکنه، از قبل اطلاع رسانی میکنه و به شما مهلتی میده که میتونید ارزهاتون رو از اونجا برداشت بکنید. پس هیچ نگرانی از بابت کار کردن با صرافی خارجی نداشته باشید. خب بریم سراغ آموزشمون. زیاد ویدیو رو طولانیش نکنیم. اینجا ایمیلتون رو وارد بکنید، اینجا هم پسوردتون رو وارد بکنید. ایمیل و پسوردتون رو اینجا وارد بکنید. یک کدی هم اینجا میخواد ازتون. ببینید یک کد دعوت یا یک کد رفرال هم اینجا ازتون میخواد. حتما این کد رفرال رو که کد رفرال اختصاصی من در صرافی البنک هست وارد بکنید که هم بتونید یه پاداش خیلی خوب دریافت بکنید و هم یک تخفیف کارمزد بسیار خوب توی معاملاتتون دریافت بکنید که کارمزدهاتون رو کاهش میده و یه پاداش دلاری هم دریافت میتونید بکنید که در ادامه بهتون میگم که به چه صورت خواهد بود، یا توی این ویدیو یا توی ویدیوهای بعدی. پس ایمیل، پسورد و کد رفرال رو اینجا وارد بکنید، روی این گزینه
بزنید، رجیستر یا ثبت نامتون رو در صرافی انجام بدید. در واقع بعد از اینکه ایمیل و پسورد رو اینجا وارد بکنید، در واقع توی مرحله بعدی یک کدی به ایمیلتون ارسال میشه. اون کد رو در بیارید اینجا وارد بکنید که ثبت نام برای شما انجام بشه. این گزینه لاگین با گوگل اکانت هم داره که اگر جیمیلتون الان متصل روی گوشیتون هست، میتونید از همین جیمیلتون برای ثبت نام در صرافی استفاده بکنید که من پیشنهاد میکنم که همین فرم رو پر بکنید و در واقع همیشه ایمیل هایی که برای صرافی خارجی استفاده میکنید در واقع ایمیلی باشه که امنیتش رعایت شده باشه، یعنی رمزش رو یه جای امن یادداشت کرده باشید که اگر زمانی به مشکل خوردید خیلی راحت بتونید ایمیلتون رو بازیابی بکنید. پس اینم از ثبت نام. بعد از اینکه این فرم رو پر بکنید و اون کدی که به ایمیلتون ارسال میشه رو وارد بکنید، وارد در واقع صرافی البنک میشید، در واقع وارد همین صفحه اصلی میشید و میتونید کارتون رو با صرافی البنک شروع بکنید. حالا بریم در مورد چیزهای دیگه که در بدو ورودتون به یک صرافی خارجی باید بدونید بهتون بگم. البته توی ویدیوهای قبلی من بارها و بارها تکرار کردم، اما برای دوستانی که مقدار تازه وارد هستند و با این موضوع آشنایی ندارن، بریم این گزینه‌ها رو برای این دوستان در واقع موضوعات رو براشون باز بکنیم. روی این آیکون بزنید که اینجا در واقع تنظیمات و گزینه‌هایی رو بهتون نشون میده که مهمترین بخش در این صفحه برای ما بخش سکیوریتیش هستش که همیشه فرقی نمیکنه چه البنک باشه چه هر صرافی دیگه، بعد از ورودتون به صرافی، بعد از ثبت نامتون در اون صرافی، حتما باید بیاید وارد بخش سکیوریتی بشید و این گزینه‌ها رو برای خودتون یکی یکی فعال بکنید. حالا یکی یکی نه، اون گزینه‌هایی که مهمه رو بهتون میگم. مهمترینش این موبایل رو که اصلا نیازی نیست اصلا در صرافی‌های خارجی با موبایل وارد نشید. البته اگر توی ایران هستید، اگر در کشورهای دیگه هستید که حالا مشکلی نیست، میتونید با موبایل هم حتی ثبت نام هم داشته باشید. اما اگر توی ایران هستید به هیچ عنوان با موبایل در یک صرافی خارجی ثبت نام نکنید. خب ایمیل رو که اینجا وارد کردید هیچ مشکلی وجود نداره. مهمترین گزینه در بخش امنیت یک صرافی خارجی این گوگل اتنتیکیتور هستش. یعنی چی؟ گوگل اتنتیکیتور در واقع یک اپلیکیشنی هستش که امنیت حساب شما رو بالا میبره. اینجا روی من چون از قبل برای خودم فعال کردم، اینجا رو داره برای من به این صورت نشون میده. یعنی ببینید من اگر بخوام برای خودم البته شما که هنوز فعالش نکردید یه چیز دیگه اینجا بهتون نشون میده که حالا اگر میخواید که یاد بگیرید این رو، برید ویدیوی مربوط به گوگل اتنتیکیتور توی در واقع کانال اون رو ببینید که دیگه من این ویدیو رو بیش از حد طولانیش نکنم چون خیلی داستانش مفصل هست و خیلی هم اهمیت داره. خیلی مختصر برای دوستانی که نمیدونن این رو بهتون بگم. گوگل اتنتیکیتور یه اپلیکیشنی که روی گوشی شما نصب میشه. اینجا بعد از اینکه فعالش بکنید، هر بار که بخواید وارد صرافی بشید، یک کدی رو توی اون اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور بهتون نشون میده که اون کد رو در زمان ورودتون به صرافی یا در زمان برداشت از صرافی باید وارد بکنید. یعنی حتی اگر کسی به حساب شما دسترسی پیدا بکنه اما به گوگل اتنتیکیتور شما دسترسی نداشته باشه، باز هم نمیتونه از حساب شما پولی رو برداشت بکنه یا سوء استفاده ای رو انجام بده و اینطوری امنیت حسابتون رو به شدت بالا میبرید. من الان اگر روی چنج گوگل اتنتیکیتور بزنم، ببینید اینجا یک بارکد و یک کدی رو به من نشون میده. من این کد رو برمیدارم یه جایی برای خودم ذخیره میکنم. این کلید بازیابی من هستش. اینو یه جایی حتما برای خودتون ذخیره بکنید و بعدش این کد رو ببرید توی گوگل اتنتیکیتور، اونجا وارد بکنید و فعالسازی گوگل اتنتیکیتور برای شما انجام میشه. بعد از فعالسازی امنیت حساب شما بالا میره و اینجا هم یه گزینه دیگه هم داره که برای برداشت از حسابتون هم میتونید از گوگل اتنتیکیتور استفاده بکنید. این رو هم حتما برای خودتون فعالش بکنید. ببینید یکیش برای لاگین کردن، ورود کردن به صرافی البنک هست که من همین الان اینو فعالش بکنم که خیالم هم راحت بشه.
و یکیش هم برای برداشت از صرافی است. هر دوش رو حتما فعال بکنید که زمانی که میخواید برداشت از صرافی داشته باشید بتونید با در واقع کد گوگل اتنتیکیتور برداشت رو انجام بدید و به این صورت حسابتون رو امن نگه دارید. میگم برای اینکه ویدیو زیاد طولانی نشه من خیلی مختصر گفتم، اما اگر برید ویدیوی مربوط به گوگل اتنتیکیتور رو ببینید کاملا متوجه میشید که منظور چی هستش. دوستانی هم که میدونن دیگه حالا نیازی نیست اون ویدیو رو تماشا بکنن. پس تا اینجای کار ما ایمیل رو که موقع ثبت نام دادیم، گوگل اتنتیکیتور رو هم برای خودمون فعال کردیم، یه اسید پسورد اینجا وجود داره. این اسید پسورد رو هم بهتره که فعالش بکنید. میتونید یه پسورد رو هم اینجا برای خودتون تعیین بکنید که در زمان ترید یا برداشت از صرافی این کد رو وارد بکنید و به این صورت امنیت حسابتون بالاتر بره. میتونید برای خودتون فعالش بکنید. لاگین پسورد رو هم که حالا من در زمان ثبت نام ست کردم، اگر خواستید تغییرش بدید میتونید این کار رو بکنید. اینجا میتونید در واقع بیومتریک آنلاکینگ رو برای خودتون فعال بکنید، یعنی اسکن اثر انگشت رو برای خودتون فعال بکنید که بتونید به این صورت ورود بکنید به صرافی البنک. اینجا توی بخش مای دیوایسز هم دستگاه‌هایی که به صرافی البنک دسترسی دارن میتونید مشاهده بکنید و اگر دستگاه مشکوکی رو اینجا دیدید میتونید حذفش بکنید. خب اینم از بحث در واقع امنیت در صرافی البنک و اینم که این بخش KYC هم که برای احراز هویت هستش که ما به احراز هویت نیاز نداریم. دیگه بخش‌های مختلف رو هم که یکی یکی نیازی نیست بهتون بگم، فقط بخش‌های مهم رو بهتون میگم، فقط گذرا میگم و رد میشم. در بخش مای کوپن در واقع کوپن‌های تخفیفی که ممکنه داشته باشید رو میتونید ازشون استفاده بکنید و ببینید. این پیمنت متد رو که حالا گفتم توی بخش سکیوریتی، اینجا زبان رو میتونید برای خودتون داشته باشید. ببینید زبان فارسی هم داره. اگر از صرافی البنک میخواید با زبان فارسی استفاده بکنید حتما این رو برای خودتون فعال بکنید. من چون با انگلیسی راحت ترم دیگه زبان رو تغییرش نمیدم. توی بخش کارنسی میتونید ارز مورد نظر خودتون رو تعیین بکنید. ببینید اینجا اگر ریال رو تعیین بکنید که داره، ببینید اینجا اگر IRT رو سرچ بکنید ریال ایران رو براتون میاره. ببینید ریال رو میاره و میتونید سود و زیانتون رو با ریال مشاهده بکنید. اینجا هم که بخش پریفرنسز هستش که میتونید رنگ کندلا رو تغییر بدید. مود روز و شب میتونید برای خودتون بذارید که حالا نیازی هم نبود من این کار رو بکنم، یه مقدار وقت ویدیو گرفته میشه. بذارید من اینو روی همون مود دارکش بذارم به خاطر اینکه راحت تر هستم. بقیه گزینه‌ها هم که زیاد اهمیتی نداره، ویدیو رو زیاد طولانیش نکنیم. توی این ویدیو دوستان به خاطر اینکه ویدیو زیاد طولانی میشد دیگه من نیومدم بحث ترید رو در همین ویدیو براتون داشته باشم. از ویدیوی بعدی مباحث بسیار حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر خواهد شد، مخصوصا توی بحث ترید که حالا توی ویدیوی بعدی ترید رو خواهیم داشت. میخوام آموزش ترید بهتون بدم، روش خرید و فروش در صرافی البنک رو، همه بخش‌ها رو به صورت کامل بهتون میگم. مثل این ویدیو نیستش که بعضی جاها رو بگذریم ازش، چون این ویدیو برای تازه کارها هستش دیگه. اومدم اون چیزهای مربوط به امنیت، ثبت نام اینا رو گفتم. این ویدیو بیشتر برای دوستان تازه واردمون هستش و اگر شما دیگه با این گزینه‌ها آشنایی دارید خب نیازی نیست که اصلا این ویدیو رو ببینید. بریم و سایر بخش‌ها رو بهتون بگم. ببینید دوستان توی این پایین صرافی بخش مارکت ها هستش که حالا توی ویدیوی ترید همه اینها رو بهتون میگم. میتونید مارکت ها رو اینجا ببینید. بخش اسپات و فیوچرز هستش، معاملات عادی و معاملات مشتقه یا معاملات فیوچرز که اینا همه ویدیوهای جداگانه خواهد داشت. یک ویدیو جداگانه برای اسپات و فیوچرز خواهیم داشت. زیاد نگران نباشید، توی ویدیوهای بعدی مفصل در مورد این قضايا با هم صحبت میکنیم. بخش ترید رو این پایین داریم که در واقع میتونید اینجا خرید و فروش رو انجام بدید. ببینید خرید و فروش و انواع اوردرگذاری، انواع خرید و فروش در صرافی البنک هستش که حالا همه اینها رو به صورت کامل بهتون توضیح میدم توی ویدیوی مربوط به خودش. این بالا هم 3 تا تب وجود داره که اسپات هست، خرید و فروش اسپات، این رو هم بذارید من تایید کنم. لوریج توکن ها هستن که این هم ویدیو جداگانه خواهد داشت و گراید تریدینگ یا ربات تریدر صرافی البنک
که اینو هم توی ویدیوهای بعدی در واقع بررسی میکنیم به صورت کامل. یعنی همه این چیزهایی که من دارم خیلی سریع از روش رد میشم ویدیوی جداگانه داره و باید توی ویدیوی خودش به صورت کامل بررسی بشه. اینجا هم که بحث معاملات فیوچرز هستش که توی ویدیوی خودش بررسیش میکنیم و بریم سراغ بخش کیف پول که در بعد ورودتون به صرافی البنک یکی از چیزهایی که بهش نیاز پیدا میکنید، در واقع همیشه نیاز پیدا میکنید اما توی این ویدیو بهشون داریم میپردازیم، این بخش ولتتون هستش و زمانی که شما اینجا موجودی نداشته باشید خب طبیعتا نمیتونید توی صرافی البنک ترید بکنید. یعنی حالا چطور باید به این کیف پولمون واریز انجام بدیم؟ برای اینکه دیگه دوباره من انتقال رمز ارز رو بهتون آموزش ندم، برید ویدیوی مربوط به انتقال ارز دیجیتال رو ببینید و اونجا به صورت کامل بهتون گفتم که چطور از یک صرافی ایرانی تتر بخرید یا یک استیبل کوین یا یک ارز دیگه ای رو بخرید، انتقالش بدید به صرافی که دارید توش کار میکنید که برای ما اینجا توی این ویدیو البنک هست، انتقالش بدید و اینجا در واقع باهاش خرید و فروش رو انجام بدید. پس مراحل استفاده از یک صرافی خارجی چی بود؟ ثبت نام در یک صرافی خارجی که حالا برای ما اینجا البنک هست، بعدش توی یک صرافی ایرانی هم باید حساب داشته باشید. حالا میتونه بیت پین باشه، میتونه نوبیتکس باشه، میتونید اونجا یه حساب داشته باشید و از صرافی ایرانی باید تتر بخرید و اون تتر رو انتقال بدید. تتر همون دلار هستش، دلار دیجیتال، یک استیبل کوین هستش. تتر رو میخرید، انتقالش میدید توی صرافی خارجی که اگر همه این چیزهایی که دارم براتون میگم اگر حالا تازه وارد هستید و خیلی از صحبتهای من رو کامل متوجه نمیشید، باید برید دوره مربوط به ترید ارز دیجیتال 0 تا 100 ترید ارز دیجیتال رو ببینید. اونجا به صورت کامل همه مباحث پایه رو گفتم، اونجا رو اون دوره رو ببینید که اینا براتون کاملا مشخص بشه. هم انتقال رمز ارز رو گفتم، هم بقیه موارد که میتونید اونجا اون رو داشته باشید. پس برید انتقال رمز ارز رو ویدیوش رو ببینید، برگردید اینجا ببینید من از قبل یه مقدار ارز اینجا انتقال دادم، حدود $36 اینجا هستش که بخشی از اون توی اکانت فیوچرز منه و یه بخشیش هم که حالا توی اکانت اسپات منه. اینجا ببینید حدود $2 اینجا تتر هستش. توی بخش کیف پول فیوچرز هم یه حدود $33 هم اینجا موجود هست و میتونم با این خرید و فروش خودم رو انجام بدم. منتها این میمونه برای ویدیو بعد که اونجا ترید رو به صورت کامل بهتون توضیح بدم. قبلش با این انواع کیف پول ها آشنا بشیم. ببینید دوستان، در هر صرافی چند تا کیف پول وجود داره. مثلا اینجا ببینید اسپات هست که برای خرید و فروش های عادی ازش استفاده میشه، فیوچرز هست که برای ترید فیوچرز استفاده میشه که توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم. گراید تریدینگ هستش که اگر میخواید از بات صرافی البنک استفاده بکنید باید ارزهاتون رو به این کیف پول انتقال بدید. و ارن هستش که انواع روش های درآمدزایی مثلا کپی تریدینگ یا سایر موارد رو اگر میخواید در البنک انجام بدید باید ارزتون رو یا همون تترتون رو به این کیف پول انتقال بدید. واریز و برداشت رو هم که میتونید از این بالا داشته باشید. ببینید دیپازیت برای واریز به صرافی البنک هستش، در واقع ویدرا برای برداشت ارز از صرافی البنک هست. حالا اگر میخواید منتقلش بکنید به یک صرافی خارجی میتونید ویدرا بکنید، ارزتون رو بردارید به یک صرافی دیگه ببرید. و ترانسفر هم انتقال ارز بین کیف پولهای داخلی صرافی البنک هستش که دیگه حالا اگر ویدیو قبلی من رو دیدید دیگه حالا با اینها به صورت کامل آشنا هستید. مثلا از کیف پول اسپاتتون میتونید انتقال بدید به کیف پول فیوچرز اگر میخواید که خرید و فروش فیوچرز داشته باشید. اینم از این بخش کیف پول که به صورت کامل بهتون توضیح دادم. اینجا هم یه آیکون هست که میتونه موجودیتون رو در واقع نشون نده، مخفی کنه. اینجا موجودیتون رو داره به صورت کامل نشونتون میده
و اینم که سایر ارزهایی هستش که ازشون موجودی دارید. ببینید من چون فقط اینجا تتر دارم، فقط داره ارز تتر رو اینجا به من نشون میده موجودیش رو، بقیه چیزا رو هم که چون ندارم اینجا چیزی به من نشون نمیده. برگردیم به بخش‌های دیگه صرافی. ببینید این بالا رو هم بهتون توضیح بدم و ویدیو رو به اتمام برسونیم و توی ویدیوی بعدی بریم سراغ ترید در صرافی البنک. اینجا که یه سری در واقع بنرها رو داره بهتون نشون میده که هر اطلاع رسانی جدیدی رو اینجا بهتون نشون میده. اینجا هم به همین صورت. این بخش هم دوستان یه سری آیکون ها رو اومده براتون قرار داده که بخش رفرال هستش که میتونید لینک رفرال داشته باشید و با دیگران به اشتراک بذارید. بخش کپی تریدینگ هستش که بسیار مهمه و توی ویدیوهای بعدی ویدیوی جداگانه براش خواهیم داشت. بخش ارن هم به همین صورت. همه این بخش‌ها توی ویدیوهای بعدی به صورت جداگانه بررسی میشن. به خاطر اینکه این ویدیو طولانی نشه من اومدم فقط اون توضیحات پایه رو دارم در اختیارتون قرار میدم و همه این بخش‌ها توی ویدیوهای بعدی قراره که ویدیوی جداگانه داشته باشه و به صورت کامل بخش به بخشش رو قراره که با هم بررسی بکنیم. مخصوصا این بخش کپی تریدینگ که میتونه برای شما درآمدزایی داشته باشه بدون ترید و این بخش ارن که بدون ترید میتونید ازش درآمد کسب بکنید و بخش ایردراپ و لانچ پد و بقیه موارد رو هم احتمالاً توی ویدیوهای بعدی بررسی خواهیم کرد. همینطور اینجا میتونید در واقع یه سری از ارزهای مهم رو ببینید، حالا ارزهایی که یا ترین هستن، ارزهایی که حالا یا ترند هستن و یا بیشترین سود رو توی اون روز در واقع به تریدرها دادن. ببینید اینجا براتون لیست کرده و میتونید اینجا با لمس روی هر کدوم از اونها چارتش رو ببینید. اینجا روی دکمه خرید و فروش بزنید، خرید و فروش بکنید. اینجا تایم فریم های مختلف رو ببینید و اینجا هم یه سری اندیکاتورها براتون داره که حالا توی ویدیو ترید به صورت کامل بررسیش خواهیم کرد. میتونید اینجا ببینید تایم فریم های مختلف، قیمتش و بالاترین قیمت، کمترین قیمت در 24 ساعت گذشته و اینجا هم که اوردر بوک هستش که میتونید مشاهده بکنید و توی ویدیوهای بعدی به صورت کامل بهش میپردازیم. این هم یه توضیحات پایه و نسبتاً کامل برای دوستان تازه واردی که میخوان در یک صرافی خارجی فعالیت داشته باشن. از قسمت سوم در واقع بحث ها بسیار تخصصی و حرفه‌ای تر خواهد بود. ترید اسپات و فیوچرز و سایر موارد مثل کپی ترید رو توی ویدیوهای جداگانه از ویدیوی بعدی میتونید در کانال قربانی ترید مشاهده بکنید و انشالله به صورت کامل صرافی البنک رو یاد بگیرید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و همه سوالاتتون رو تونسته باشم پاسخ بدم. اگر سوالی داشتید میتونید توی بخش کامنت ها برای من بنویسید. در پایان باز هم تکرار میکنم که اگر از کد رفرال من در صرافی البنک استفاده بفرمایید در زمان ثبت نام در صرافی البنک میتونید یه تخفیف بسیار خوب توی کارمزد معاملاتتون دریافت بکنید به اضافه پاداش‌های دلاری که روش استفادهش رو توی ویدیوهای بعدی بهتون خواهم گفت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.